اینا گوسالاکش به قچه 40 روز شد زویدگیشه. گوسالاش نره 40 روزه گوساله یک ماه زیاد شد پروده زودتیه. انا گوساله بقش برای مولکینی عجیبی بوده. کشه نرخش 14,500 سومون و چابچه نرخی و چابچه 14,500 سومون کمتر معامله دوره بو سیون گوساله شای مانا بقش کسی مولکنه ایشالو رحمت میگه چیسته سیمینتلای زوتی های کلای заводской کلی بوز بالا کشوره مولی گنده نیسته مولی خوبه. مسئله اهلی و سونجوشیش همش 100%. بازی دندونوش هم نشون میده. این دیتای دیگه اش شیرشم غوص کشویه پایون ما شروع کسی میگه رحمت میگم با قش تربیه که اینی 10,000 زیاد میشه. من گوی سیم گوسالاش هم میکنم ولی چورن پیوستر سری سینه ممکن اگم 10 روز پس زویا کسی مولکنه ایشالو رحمت میگه. مسئله اهلیش در چوچوباری فسونی خشور میکنه مولی گنده نیسته مولی چور کنجای خشویه اجیان دهن شبیه جا ہوی که مسئله اهلی و سونشی من قبل جمع دندونش نشون تیم دندونش پلان ہوی که دو گوساله کده دیگه زویا سیمش میشه. مسئله اهلیش هم 100% اهلیش یکم پرابلم نیست 100%. گیر گوساله اما برادرو گوی چورنی پیوستری الله ناو زویدگی 10 روز شو زویدگیشه گوساله کش غنوجینه 13 لیتر شیر متیه تربیت نودوشه و ممکن زیاد کنه مولی کلونه چیسته چورنی پیوستر گوساله کش غنوجینه ماش 100% سه گوساله کدگی برون شمیزه. من مسئله جوشیدنش هم پرابلم نیست. گودک می جوشه شد برای اهلیش 100% جوشه دسته جوشه دیده تیوس نجوش تمام خب گوساله کسی مولکنه ایشالو رحمت میگه اهلیش ده خوردنش همش 100%.